کاکا چی مایت پود که خو؟ پس واز کنی چای نه یایت نیست کلوش این قطع جای نرم. یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا اینال سکر و ترسان السلام علیکم یا وایسا؟ زمینی است؟ حال چرا هوایی پرش نمیبینی هوایی؟ هوایی ندارم ماشین شما. خب روز چند دانه مفروشی؟ دانه دارم. خب دانه چند است؟ دانه دارم. یعنی 500 روپیه میکنی؟ باز چند نفر هستین در فامیل مشکل تا حل میشه؟ نه در فامیل چیز پدرم خرچ است چیز نانوار خانم است. چند نفر هستین باز؟ 2 نفر دیگه چیز مزار رفتن. خب نه چند نفر هستین در عموم؟ 5 نفر؟ خب مشکلاتتون باز بخانه حل میشه؟ چشمای تا پود که این پقانیت کلش هوا میکنه خوش میشی؟ خب برو پود کن ببین هوا میکنه نه هوایی نیست. نه به هوایی تبدیل میشه خب من شوخی کم کردید لال شما تا پود که از 1 تا 10 یک انتخاب کن نوره انتخاب کنم. نوره؟ چرا نوره؟ یا دروی یا نوره. چرا نوره؟ خواهینال سکر و ترسان پایسه زیاد تیز بود از خاطر ایت خورد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من ای است خدا حافظ گلاس چند چای مفروشی؟ گلاس چند؟ شاهینه که داره بنچه. چاینک دار پا؟ تنه 17 سال شمن میجستم 17 سال. خو ایسی به که دود است کوکا از سال دوم کرزه ایتالین میجستم. خو یا در دنیا 17 سال نمیجه یک قوت لای. حکومت از او رفت پشتکار خود حکومت تو است نه حکومت مرد. چند نفر هستین در فامیل؟ فامیل 9 نفر. درو سر. 9 نفر؟ حال خیلی کاربار دیگه چندان مزدار نیست نه روز یک دو ساعت بسیار و مشکل کاغذ به تو خب بیا خدا مهربان کریم است کاکا چی مایت پود که خو؟ پس واز کنی چای نه یایت نیست کلوش این قطع جای نرم. نه خو اینه بکو نه شوخی کردم چشمای تا پود که از 1 تا 10 یک انتخاب که یک عدده مثلا چشمای پود که بگو 7 یا 9 یا 10 یا هر نو مطمئن هستی؟ خلاص است اینال 9 دانه خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سیز سلام لالا خوب هستی؟ دی چی میبری؟ بار؟ میتونی برده؟ خب چند کیلو هستی خودت؟ چند کیلو هستی؟ 40 کیلو هستی؟ 20 کیلو بار برده میتونی؟ چند کار کردی بچهش؟ هیچ کار نکردی؟ تالاشی میکنم اگه یافتم چند چی باز؟ از من؟ تنها تو در خانه کار میکنی؟ چند نفر هستیم؟ 6 نفر؟ صنف چند مکتب هستی؟ 4 امتحانات دادی یا مکتب اعلام کردی؟ مکتب نرم صبح تا ساعت 10 بعد از 10 میبرم. بسیار پایین پخش گپ میزنی؟ صبح که ساعت 10 نرم ساعت 7 نرم مکتب 10 رخصت نشم باز میام اینجا. خب چندم نمره هستی در مکتب؟ در امتحان چهارم هیچ کس تا باز نه خدا صنف 3 چندم شدی؟ در صنف 3 بغلان بودی. بغلان بودی؟ امتحان ندادی در بغلان؟ در بغلان جنگ شد بازی جا آمده. صنف 2 چندم بودی؟ در بغلان صنف 8. یعنی در بغلان امتحان نمیگیرن مردم؟ نگیرن. خواه شمای تا پود که کراچیت نیست سکین حالا خواه گم میشه چه کراچیت خیره؟ خب شما تا پود که از 1 تا 10 یکش انتخاب که خب مثلا 5 انتخاب میگینی 6 7 9 10 2 هر کدام شه پود که چند؟ 2 برو یک چانس دیگه هم دور انتخاب نکن برو چشمای تا بسته کن برو بگو
بول بازم خوب است سکناله 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا و اینی 2 تا دیگه هم به خاطر که بچه که با استعداد است اینا حساب چند تا شد 1 تا 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8 9 9 یک شیجه بود ببخشی چند تا شد 10 تا سر بخیر استفاده کنید دوستان عزیز الحمدلله این روند ما انشالله ادامه داره دوستایی که بیننده هستن شما میتونید از طریق واتساپ و همچنان لینک های بانکی که مشاهده میکنین با ما تماس بگیرین انشالله ما در نقاط مختلف شهر کابل و همچنین انشالله کوشش میکنیم در ولایت بگردیم و تشخیص بدیم همین تو خانوادهایی که واقعا اشد نیاز دارن به دستگیری و کمک انشالله اینا را بتونیم که کمک کنیم نامکتم نگفتی عزیز الله جان مرا چکته دیگه بخیر برید دوستان عزیز باز تکرار میکنم لینک های ما رو مشاهده میکنین با ما تماس بگیرین ما یک پل ارتباطی هستیم میان شما و این خانواده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باشه میبرم بریم بیا